وادی زنازنی و مناقشه در آلمان ماموران پلیس از جوانان توجیک از جمله سه بلوگر شناخته و نچندان شناس زبان خط گرفتند که دیگر به هم نزدیک نشوند وگرنه جزا میگیرند. مناقشه شب 17 فوریه که با تیراندازی با تفنگ گازی پیچی در چند روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی وسیع بحث می شود و بحث آن تا به نشست خبری وزیر کارهای داخلی تاجیکستان و نشر بیانیه خاصی از طرف حزب نهضت اسلامی کشید. مظفر دولتов یکی از بلوگران توجیک که با نام برادر تیجی در یوتیوب شناخته شده است در بیانیه ویدیویی در یوتیوب میگوید 8 ورق دادند که در آن نوشتگی است هرچند ما نباید به محلی رویم که طرف مقابل زندگی میکند وگرنه به 4 سال زندان محکوم میشویم. یکی از طرفهای دیگری ماجرا شیرزاد محمدجانов روز 21 فوریه به رادیو آزادی گفت چنین چیزی در پرونده‌ای که به آنها دادن نوشته نشده است ولی مفتشان گفتند به شرط شما را از بازداشتگاه رها میکنیم که دیگر به مظفر نزدیک نشوید. در نتیجه دعوا و کشمکش و زنازنی که ویدیویش هم در شبکه‌های اجتماعی چرخ میزند مظفر دولتов از گردنش مجروح شده است. بلوگرهای رقیب او شیرزاد محمدجانov و سلیمان ارزویف و یکی از همراهان دیگری آنها را پلیس آلمان بعد مدت کوتاهی از بازپرسی رها کرده است ولی تحقیق پرونده مناقشه ادامه دارد. مظفر دولتov و شیرزاد محمدجانov برادر تیجی و عبدالرحمن نولنو با نشر ویدیوهای در یوتیوب یکدیگر را به سر زدن مناقشه و زنازنی متهم کردند و مظفر دولتov ادعا کرده است که این افراد پیروان حزب ممنوع نهضت اسلامی هستند و میخواستند او را بکشند، ادعایی که شیرزاد محمدجانov و سلیمان ارزویف رد میکنند. سبب ماجرا و زنازنی هم اختلافات نظری بین این بلوگران بوده است که ظاهرا به همدیگر خصومت قدیمی دارند. مظفر دولتov عمدتاً از مسائل سیاسی دوری میجوید و درباره موضوعات اجتماعی صحبت میکند برعکس دو نفر که در کانال‌هایشان بیشتر ویدیوهای سیاسی و دینی دیده میشود. سلیمان ارزویف که در یوتیوب کانال با نام شیف تیجی دارد بعد سفر مظفر دولتov به تاجیکستان و ستایش او از پیشرفت کردن دوشنبه و مثل دوباره شدن آن ویدیوی نشر کرده و در آن مظفر دولتov را فاسق و دروغگوی نامیده است که کمبیزاتی و نقض حقوق انسان در تاجیکستان را نادیده گرفته پیشرفت‌های نبوده را تعریف میکند. سلیمان ارزویف در صحبت با رادیو آزادی گفت که بعد این ویدیو برادر تیجی با نشر یک ویدیویی که بعداً از یوتیوب پاک کرده است او را دشنام‌های زشتی داد که تحمل کردنشان ناممکن است. او افزود پیش از آن که ویدیو ثبت کند در پایان ویدیوی من اهل و اولاد مرا دشنام‌های بد داد. بعد این ما گفتیم که یک روز میرویم صحبت میکنیم و در ویدیو و میبینیم که حق است و کی ناحق. برای این صحبت روبرو سلیمان ارزویف و 3 همراه دیگرش از 4 شهر آلمان راهی از 50 تا بیشتر از 100 کیلومتری را طی کرده و به شهر زوست محل زیستی مظفر دولتov آمدند. در ویدیوهایی که هر دو طرف نشر کردند دیده می شود بحث لفظی به دشنام و گیری به اونگیری و سپس با تیراندازی میکشد. یکی هم در این میان ماموران پلیس را دعوت میکند. تلاش‌های رادیو آزادی برای گفتگو با مظفر دولتov نتیجه نداد. رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان روز 19 فوریه در نشست خبری در دوشنبه گفت از مقامات آلمان درباره مناقشه جوانان تاجیک جزئیات خواستند ولی به قول وزیر وقتی یک نفر از آنها از تاجیکستان به آلمان برگشته از پیشرفت میگوید کاری او بلوگران حزب نهضت اسلامی را معقول نمیشود. اما حزب نهضت اسلامی روز 17 فوریه با نشر یک بیانیه گفت که این افراد عضو حزب نیستند و گروه‌های طرفداری حکومت با استفاده از این جنجال به سیاه کردن این حرکت ممنوع اسلامی در تاجیکستان پرداختند. هر دو هم سلیمان ارزویف و هم شیرزاد عبدالرحمنov بر رادیو آزادی گفتند که عضو حزب نیستند و عقیده‌های خود را مستقلانه بیان میکنند. در این میان بسیاری از کاربران در فیسبوک هر دو طرف را به شدت محکوم کردند که به جای استفاده از امکانات وسیع پیشرفت در آلمان با بحث‌های پوچ گریبان همدیگر را میگیرند و آماده‌اند یکی خون دیگر را بریزد. در این میان فریدون رهنورد خبرنگار توجیک که حالا مقیم اروپاست مناقشه 8 جوان توجیک در آلمان را خروج جنگ و یا نبرد چند بلوگر توجیک نامیده است که از یوتیوب به صحبت تلفنی و سپس به تیرپرانی و کردکشی در آلمان رسیده است.